کالر یا رنگ یکی از فاکتورهای بسیار مهم در الماس که میتونه تأثیر بسزایی در ارزش الماس بگذاره. دنباله بحث قبلی در مورد وجود رنگ در الماس هستیم. جالبه بدونید که 98% مردم دنیا فکر میکنن که الماس ها رنگ ندارن، اما 98% الماس ها دارای رنگ هستن و فقط 1 تا 2% الماس ها هستن که کاملا بیرنگن. نور سفید از 6 طیف رنگی تشکیل شده. زمانی که نور به سنگ میخوره و وارد سنگ میشه، بعضی از این طیف‌های رنگی جذب سنگ میشن و بعضی از آنها منعکس میشه که به این عمل Selective Absorption یا جذب انتخابی میگن که 2 دلیل جذب نوری داره که اون 2 دلیل نقص در ساختمان شیمیایی الماس و نقص در ساختمان کریستالیه. و اونجا که طیف‌های رنگی جذب سنگ نمیشن و منعکس میشن و به چشم بیننده میرسن، اونجاست که ما میتونیم رنگ رو ببینیم. برای مثال میتونیم سیب قرمز رو بگیم که مسلماً طیف رنگی قرمز در سیب قرمز جذب نشده و به چشم بیننده رسیده. این بحث رنگ رو ادامه خواهیم داد. فرزاد زندی هستم، کارشناس بین‌المللی سنگ الماس.